امام حسین عمروی 7 ساله در 4 سال تمرین زوری بازو و بدن توان اجرای 11000 مراتب بالافشاری و یا اتجمانی را به دست آورد. مربی و پدرش رجبعلی عمرов تلاش دارد این هنر فوق‌العاده زوری بازوی فرزندش را در کتاب رکوردهای گینس ثبت و به این ترتیب راه او را در ورزش بزرگ باز کند. امام حسین این ورزشکار هنوز کودک 11000 بار بالافشاری و یا اتجمانی را در طول 6 ساعت و 20 دقیقه بدون تنفس انجام داده است. 3 یا 4 مراتب 11000 زدگی من شیشته در پیشش دفتر روشکه حساب کردم. به ادعای پدر این ورزشکار خردسال هنوز کسی مثل پسر او به این تعداد بالافشاری نکرده است. همسایه‌ها نیز استعداد فوق‌العاده بالافشاری امام حسین را نیز تایید می‌کنند. در شاهدی من امام حسین 8000 زیادتر در 4 ساعت 20 دقیقه همون اتجمانی کردند. من شاهد هستم. پدر امام حسین در این باره معلومات زیاد جمع آورده است و میگوید تنها یک ورزشکار ژاپنی سال 1980 با اجرای 10000 بالافشاری و یا اتجمانی به کتاب رکوردهای گینس شامل شده بود. ما میخواهیم که همه کمیته ورزش یا دیگر کمیته هاش دستگیری کنند که همه فرزندی همه تاجیکستانی ها به کتاب رکورد گینس داخل شود. راهنمایی کنند که چیکار کردن در کار، به کجا مراجعت کردن در کار. رجبعلی به توانایی پسرش مطمئن است. در ضمن از مسئولین کمیته ورزش کشور کمک خواسته به رئیس شهر هم مراجعت کرده است. امام حسین رژه مخصوصی تمرین دارد و روز او از ساعت 5 صبح آغاز می شود. ساعتهایی که برادر دوگانه و همسالان دیگرش در خواب نازند، او به دویدن مشغول می شود. پدر با ماشین و او پیش ماشین می دود. آخرین رکوردش چند روز قبل در دویدن 14 کیلومتر در طول 2 ساعت بود. من قطعا ماشین کردم یا میوانه کرد که میتونست کم و دیگه نامد نکرد نتونست. من کدن گرفتم و 11000 اتجمانی کردم. شهرت هنر فوق‌العاده بالافشاری